خب ساعت 12:30 شد. شروع میکنیم. صدای من که هست درسته؟ خب خیلی هم عالی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، خستم نباشید بابت زحمتایی که کشیدید این 2 هفته. ارائه اول آقای مبین سلیمانی هستید الان؟ سلام. آقای سلیمانی صدای من میشنوید؟ آره. خب بی زحمت اگر میشه اسکرینتون رو شیر کنید، گزارش کارتون و حالا اون پلتفرمی که توش کدتون رو اجرا کردید، حالا گوگل کلاب بوده، پایچارم بوده، هر چیزی که بوده اونم داشته باشین. حالا از گزارشتون شروع کنید، بعد حالا کارتون هم بهمون نشون بدید. نفر بعدی هم آقای احسان. شما هم ساعت 12:45 همین چیزایی که گفتم حالا دم دستتون داشته باشید. خب اولا سلام خدمت همگی. مبین سلیمانی هستم. یه توضیح در مورد خودم بگم. من 18 سالمه، در حال حاضر ترم 2 مهندسی کامپیوترم، کارشناسی. درست. بعد تسکی که من انتخاب کردم تسک تحقیق و توسعه در مورد تولید صدا مبتنی بر پرامپت بود. اه، یا در میبینیم که مثلا اه، اولش چیزی که من در مورد این تسک فهمیدم این بود که ما یه مدلی حالا باید داشته باشیم که بر اساس یه سری پرامپت ها مثلا بتونه، حالا طبق اون تسکی که بود، بتونه یه سری صداهایی مبتنی بر پرامپت تولید کنه. من رفتم تحقیق کردم توی حالا مدل هاگین فیس یا گیت هاب، دیدم همچین مدلایی هستن به صورت آماده و یکی از اونها رو انتخاب کردم. یعنی اوپن سورس بودن یه سریاشون و یه سری هم اشتراکی بودن. من یه سری از اون اوپن سورس رو انتخاب کردم و حالا از اونها استفاده کردم. بنچمارک هاشون رو دیدم. درست. دیدم مثلا توانایی مدل به چه صورته و حالا یه عذرخواهی هم بکنم. من یکی از این مدل‌هایی که انتخاب کردم خروجی نتونستم ازش بگیرم نه کاملا که طبیعیه. یعنی همین قرار هدف یعنی همیشه اینجوری نیست که حالا هر چیزی که سرچ کردیم که به نتیجه برسه و هر چیزی هم که حالا ازش خروجی گرفتیم الزاما خروجیش اون چیزی باشه که مد نظر خودمون بوده. یعنی همین آره این تسکه کلا هدفش ریسرچ بوده. بله. بعد اینم بهتون بگم، من تا حالا با حوزه NLP کار نکرده بودم. قبلا در حد دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ بوده، 1 سال و نیم کار میکنم، ولی حوزه NLP رو نمیشناختم. و بعد این تسک تصمیم گرفتم که وارد این حوزه هم بشم. خیلی و دیگه من منابعی که ازش استفاده کردم یه سایتی به اسم rx.org بود که یه سری بله. مقاله در مورد این مدل ها نوشته بود که من بتونم چی کنم. از اون مقاله استفاده کردم که این مدل اوپن سورس رو من پیدا کنم. بعد توی هاگین فیس و گیتاب و همچنین چت جی پی تی هم یه ذره ازش کمک گرفتم. مقاله اون مدلایی که استفاده کردید مدلایی بودن که از همون مقاله ها برداشته بودید؟ بله، یه آه. مقاله بود و مثلا نوشته بود که از چه تکنولوژی استفاده کردن. بعد در آخر لینک گیت هابشون رو گذاشته بودن که
مثلا من درست بتونم. درست. آره، بی به صورت زحمت حالا خوش‌بین. بعدا ادیت بزنید گزارشتون و اون لینک مقاله رو هم بذارید بی زحمت. بله چشم. خواهش میکنم، مرسی از شما. چشم. خب حالا اگه خروجی هم دارید. میگم متاسفانه من نتونستم خروجی بگیرم، آها یعنی نصب درست. نشد آره. با چی کار کردید؟ با گوگل کلاب کار کردم. خب یعنی تو اون پیاده کردم و همین با گوگل کلاب کار کردم. بعد مشکلش چی بود؟ یعنی نمیتونستید ازش استفاده کنید یا خروجی آره میداد؟ آها. نمیشد ازش استفاده کرد، یعنی در مثلا نصب نمیشد یه سری پکیج روی اه، روی سیستم. آها و درست. خیلی هم تلاش کردم. یه دونه مقالم استفاده کرده بود دیگه. نه چندین مقاله بود، ولی حالا لینکاشو میذارم در ادامه و توی اون. همش هم همین جوری بود که مشکل نصب داشتن و اینا، درسته؟ بله بله. خب پس بی زحمت حالا لینک مقالات رو بذارید، حالا من خودم چک بکنم ببینم که حالا چی بوده. باش. یکم هم در مورد خودتون بگید، حالا با توجه به اینکه بچه‌ها میخوان تیم بندی انجام بدن، همون سال اول. اه، همونطور که گفتم من ترم 2 مهندسی کامپیوترم، هنرستانم و 3 سال کامپیوتر خوندم، یعنی دیپلم کامپیوترم دارم. از همون دهم علاقم به هوش مصنوعی کلا ماشین لرنینگ اینا شروع شد. بعد آخر 11 بود دیگه شروع کردم به اه، یادگیری هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ. و بعدها توی یه پروژه شخصی که خودم داشتم به حوزه دیپ لرنینگ یعنی ورود کردم. درست. بعد اون دیگه دیدم چقدر این حوزه گسترده است و اینا. اه، همینطور ادامه دادم که تا با شرکت شما دیدم کارآموز بخوام. درسته، خیلی هم عالی. دیگه چیزی خودتون نمیخوایم بگید اضافه کنید یا سوالی داشته باشید؟ نه والا. باشه، پس بی زحمت لینک مقالات رو برای من بذارید و کدایی که استفاده بله یعنی تو همین گزارشکارا اوکیه بذارید، دوباره بفرستیدش من باش چک کنم ببینم که حالا چی کار میتونیم بکنیم که خروجی ازش بگیریم. حالا تو هفته‌های بعدی میتونیم روی اینام کار کنیم. باشه. مرسی، دستتون در نکنه، خستم نباشید. ممنون. خب آقای احسان، شما اگه بخواید میتونید الان شروع کنید، اگرم نه بذاریم همون 12:45. چجوری راحت ترین؟ سلام، سلام. صدا من داریم. بله بله بفرمایید. با عرض سلام خدمت دوستان. مشکلی ندارم، الان شروع میکنم. باشه بسیار. خب اگر من صفحه‌مو شروع میکنم. الان صفحه من بله بله. میبینید. خب عرضم به حضورتون که من احسان شایق هستم، 43 سال سنمه. عرضم به حضورتون که مترجمی زبان خوندم، زبان انگلیسی. خب من حدود 5 ساله که البته من یه بک‌گراندی از خودم بخوام بگم که من حدودا 5 ساله تو حوزه ترید بازارهای فارکس کار میکنم و یکی از دلایل این که اصلا وارد این حوزه شدم این بود که حالا طبق آمار اگر خودتونم اصولا شنیده باشید حدودا بالای 95 تا 98% تریدرهای آماتور کلا توی بازارهای مالی لوزر هستن و در واقع پولی به دست نمیارن و حتی اگه پولی هم از جیبشون میذارن توی این بازارهای جذاب مالی. من 5 سال حرفه‌ای توی این بازار کار کردم
و بعد از 5 سال تقریبا به این نتیجه رسیدم که واقعا توی دور باطلی افتادم که حالا یه تایمایی هم سود کرده بودم، ولی توی دور باطلی افتادم که عمر و تایمم داره از بین میره و واقعا به این نتیجه هم رسیدم که ترید به صورت منوالی، یعنی یه آدم بخواد بشینه پشت سیستم و ترید بکنه، واقعا امکان پذیر نیست، این سودده نیست در مجموع. اما اونجا بود که استارتیم تو ذهن من خورد که برم سمت این که ترید رو به صورت رباتیک انجام بدم و یه کار کنم که ربات بدون که درگیر احساسات انسانی باشه بتونه ترید رو انجام بده و احتمالاً تو اون حالت سودده‌تر هستش. که دیگه افتادم تو زمینه برنامه نویسی و تحقیق کردم اینو، متوجه شدم که خب زبان برنامه نویسی که برای بازارهای مالی توی پلتفرم متا تریدر کار میشه MQL4 هستش. با اون یه مدت رفتم جلو، فهمیدم خب MQL4 مشتق یعنی یه زیر مجموعه از زبان برنامه‌نویسی C++. رفتم C++ رو یه مقدار خوندم و یاد گرفتم در حد خب بیسیک. خب میدونید که C++ هم زمانی تقریبا لو لولیه سمت ماشین هستش و سخته برای کسایی که تازه وارد این حوزه میشن. بعد یه مقدار رفتم جلوتر و اینا، با پایتون بیشتر آشنا شدم، دیدم پایتون چه جامعه بزرگی داره، چه کاربردهای خیلی زیادی داره. همین داستانهای هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینا رو یه مقدار یاد گرفتم و خیلی علاقه‌مند شدم که اصلا دیگه بیام تو حوزه پایتون. الان یه هولوش 1 سالی هستش که پایتون رو دارم میخونم و یاد میگیرم که دیگه اصلا کشیدشون قشنگ دقیقاً سمت ماشین لرنینگ. یه مقدار اما هدف نوشتن ربات تریدینگ هم یه مقدار دور شدم، ولی خب در نهایت بازم به اون سمت برمیگردم، ولی خب باید تو این ور خودم خیلی قوی بکنم که دیگه حالا شروع کردم و پایتون رو یاد گرفتم و الگوریتم‌های ماشین لرنینگ رو دارم یاد میگیرم و خب توی اون روز اولم که وارد گروه شدم خدمت بچه‌ها عرض کردم که من تو آکادمی پایتوپیا خیلی چیز یاد گرفتم، همچنان خیلی موضوعات هستش که دوره هستش که باید بگذرونم پاس بکنم. خب برای من خیلی خوب بود تو پایتوپیا کار کردن و آموزش دیدن. خیلی هم عالی. خب و عرضم به حضورتون که الان حضورش میگم از پایتون به بعدم حضورش 1 سال میگذره تو این زمینه. خب خودتون هم بهتر میدونید که قبل از اینکه به سمت الگوریتم و ماشین لرنینگ بریم باید دیتا آنالیست بشیم، بتونیم آنالیز بکنیم دیتا رو، پروسس بکنیم. تو این زمینه‌ها یه ذره بیشتر بهترم تا اینکه تا زمینه‌های خود الگوریتم و ماشین لرنینگ و اینا، چون هنوز تازه رسیدم، اصلا همین امروز رو داشتم میخوندم، تازه رسیدم به لایبرری سایکیت لرن که چه لایبرری جذاب و باحالی هم هستش، ولی خب قبل از اون مثلا نامپای و پنداز و اینا رو خوندم، یه مقدار بیشتر اونا رو بلدم. خود پایتون هم از بیسیک از مقدار احساس میکنم بیشتر بلدم. خب حالا بریم سمت این یه بک‌گراندی از من بود، بریم سمت خود این مسئله که مطرح شده، مسئله شماره 2 رو که من احساس کردم توش بیشتر میتونم حرفه‌ای‌تر هستم و علاقه‌مندم هستم که یه دیتا آنالیست میتونه روش کار بکنه و در انتها هم به یه الگوریتم ماشین لرنینگی میشد با اون برسم که اونو انتخاب کردم. خب ابتدا خب اینجا بخوام بگم، حالا به نظر من بهتره که برم روی خود کد اونجا توضیح بدم. حالا این البته نمیدونم بچه‌ها توی گیتاب میتونن به این فایل دسترسی داشته باشن، تو اینجا توضیحاتی راجع به خودم و کاری که کردم دادم، میتونن روی این برن ببینن. منابع هم که استفاده کردم سرچ تو گوگل بوده، استک اورفلو بوده، گیتاب بوده، چت جی پی تی استفاده کردم، یوتیوب و پایتوپیا، سایت پایتوپیا.
حالا بخوایم بریم روی خود کد، بخشید من اسکرول موسم خرابه، مجبورم موس رو کاملا ببرم از این نواره استفاده کنم، برم از باور هستم. خب برا ما اوکیه، حالا خودت. نه چون خب اسکرول بکنی سریعتر تکون میگیره. آره خب مورد نیست. الان اندازه فونت تصویر خوبه دیگه. اگه یه ذره بزرگترش کنی فکر کنم برای بچه‌ها بهتر باشه. البته من الان میتونم ببینم که چه لایبرریای ایمپورت کردیم، ولی یه کنترل به اضافه اگه بزنیم. آره دارم میزنم، نمیدونم چرا بیشتر نمیشه. نمیشه خب اوکی. خب لایبرری ها رو در ابتدا باید خیلی بزرگ سیستم مثل که یه ذره فکر کنم لود نشده بود یهویی همش باز. آره. خب لایبرری هایی که استفاده می‌کنم، خب محیط من محیط وی اس کد و روی فایل جوپیتر نوتبوک دارم کار میکنم که در اینجا میتونید ببینید آی پای ان بی جوپیتر نوتبوک هستش. خب پانداز رو ایمپورت کردم، سیبون رو ایمپورت کردم، متپلاتلیپ رو ایمپورت کردم و یه لایبرری که اتفاقا با توجه به تسکی که گرفتم باش آشنا شدم، جی دیت تایمه. البته این کاری که حالا در ادامه میخوام توضیح بدم انجام دادم، احساس میکنم کار اشتباهی انجام دادم، ولی خب عوضش اینه که با یه لایبرری هم آشنا شدم. این لایبرری جی دیت تایم میگیره اون ستونی که مثلا توی این ستون استور ترانزکشن فایل استور transactions.csv یه ستونی یه فیچری داشت که تاریخ شمسی بود. بعد تاریخ شمسی رو من نمیتونستم به دیت تایم چیزشو تغییر بدم، دی تایپشو. بعد اونجا به ذهنم رسید که برم این تاریخ‌های شمسی رو تبدیل بکنم به میلادی که با این لایبرری آشنا شدم، دیت تایم، که به تاریخ‌های ما میگن جلالی یعنی شمسی، به تاریخ‌های خودشون میگن گریگوریان فکر کنم که میشه میلادی، که من اون ستون رو در ادامه الان توضیح میدم تبدیلش کردم به میلادی. حالا در ابتدا من فایل رو یه dev.info گرفتم که یه توضیح یه اطلاعاتی راجع به کلیت فایل بدونم چیه که متوجه شدم 8000 رکورد داره. بعد بتونیم یه دیتا رو پروسس بکنیم، بهتره که اون فیچر هایی که دی تایپشون آبجکت هست رو درست بکنیم. بنابراین به این کار در اصطلاح مثل که میگم پری پروسسینگ، یعنی پروسس کردن از قبل از اینکه کاری بخوایم روش انجام بدیم. ولی خب ستونهای دیگه اینت و اینتجر و فلوت اینا اوکی هستن. این آبجکت رو باید من تغییرشون میدادم که بتونم روشون کار بکنم. بنابراین خب اومدم از دیتا فریم هم که یه قالبیه که دوستان اگر اطلاع داشته باشن توی پنداز ما فکر کنم 3 تا قالب داریم، یکیش دیتا فریم، یکیش سریزه. خب برای اینکه دیتاهای توی فایل CSV رو بتونیم ببینیم ما با پنداز یه دیتا فریم در قالب دیتا فریم نگاه میکنیم اطلاعاتمون رو، که من اینجا 3 تا رکورد اولمو نگاه کردم. خب اینجا میبینیم که یوزر آیدی داریم، ترانزکشن دیت داریم، استور یا جایی که مغازه هایی که اون کالاها رو فروختن، مثلا جواهر فروشی بوده، الکتریکی بوده. این اطلاعات رو حالا همینجوری تا آخر هستش میبینیم. بعد میایم شروع کنیم اکسپلور کردن دیتا. همون کاری که گفتم، دیتا تایپ این آبجکت رو من میخواستم تغییر بدم، کانورت بکنم از آبجکت به اون دیتا تایپ
که باید بشه که این کار رو با توسط لایبرری پانداز دیتا سلکت دیتا آبجکت رو انتخاب کردم. اونایی که آبجکت هستن رو با این کد میشه انتخاب کرد که این 4 تا فیچرام بودن که آبجکت بودن. بعد یک کار دیگه هم که کردم برای اینکه متوجه بشم تعداد ناله هام چقدره، یعنی دیتا هایی که اون سطرهایی که دیتاش نال هست رو با این خط کد ما میتونیم متوجه بشیم. خب تو هیچ کدوم از ستون من دیتای نالی وجود نداره. با این خط کد من فهمیدم که نال هام صفره. جلوتر خب یه دیسکرایبی کردم، یه شرحی رو از دیتا فریمم بازم با این خط کد گرفتم که حالا اطلاعاتی راجع به مین و استاندارد دیوییشن و یعنی این میشه میانگین، استاندارد دیوییشن و مینیمم و 25% 50% و همینطور مکس، این اطلاعات رو حالا به ما میده این خط کد. بعد اومدم برای اینکه بیشتر یه مقدار با دیتام آشنا بشم از طریق لایبرری سیبورن یه پرپلات زدم روی 100 تا از سمپل ها. یعنی خب اگه یادتون باشه 8000 خورده سمپل داشته. من برای اینکه خب اگه 8000 تا رو اینجا بخواد ویژوالیزیشن بکنه خب همین نقطه تو هم میفته، آدم هیچ متوجه نمیشه. بنابراین یه سمپل 100 تایی گرفتم و دیتامو بر اساس فیچر استورم یه دونه پرپلات زدم که ببینم چه خبره، کورولیشنام چجوریه، رابطه فیچرها با هم دیگه چجوریه. حالا البته من خدمتتون عرض کنم که دارم میگم خودم در ابتدای راهم و این اولین باریه که حتی توی جمعی راجع به اینا دارم صحبت میکنم. من خودم واقعا توی این حوزه واقعا نوپا هستم، ولی خب چیزی که یاد گرفتم و دارم برای اولین بار پرزنت میکنم. اینم هستش اگر حالا میبینید یه جایی دارم اشتباه اصلا حرف میزنم دارم اشتباه میکنم ببخشید. نه خیلی هم عالی بود اتفاقا برام، اگه بار اول بوده خیلی هم عالی بوده. دقیقاً بار اول. خب اینجا هم خب فیچرامون بر اساس رنگ توضیح داده شده که مثلا فیچر مثلا سبزمون مربوط به کدوم ستونمون، حالا قرمز و زرد. حالا شاید الان ما زیاد خوب متوجه نشیم دقیقاً با این پرپلات اینجا چه خبره، ولی خب کسی که واقعاً توی این حوزه حرفه‌ای هستش با یه نگاه دقیقاً میفهمه کدوم فیچر با کدوم فیچر مثلا کورولیشن مثبت داره، کورولیشن منفی داره، یا اصلا بی ربطن به هم دیگه. بعدن که بخواین الگوریتم‌های ماشین لرنینگ رو مثلا پیاده کنین خب باید الگو پیدا کنیم از بین اینا دیگه. همین پلات‌ها خیلی کمک میکنه. بله دقیقاً. حالا من که به اون مرحله نرسیدم ولی خب همین مرحله شدم. خب آره ان شاءالله. عرضم به حضورتون اینجا اینو حقیقتش رو بخواید این کدو من از چت جی پی تی کمک گرفتم که تبدیل ستون میلادی به ستون شمسی به میلادیه که اینو از اون کمک گرفتم و اینجا اگرم دقت بکنید اینجا میبینید که ترانزکشن دیت ما 1403 شمسیه و من در نهایت ستونی جنریت کردم به نام گرگوریان دیت. گرگوریان فکر کنم اون میلادی یا معنی میلادی رو میده که اینا رو تبدیل کرد به یعنی 1403 رو تبدیل کرد به 2024. ولی در نهایت من بازم فکر کنم این تاریخ هم بازم اشتباهه، چون من یه جای دیگه دیدم یه تاریخای دیگه این تاریخ درست نیست. حالا ما فرض میکنیم درست. حالا اینم خودش یه تجربه باحالی برای من بود که میشه که با همچین فانکشن میشه تاریخ رو عوض کرد. برای من جالب بود. بعد اومدم پایینتر چیکار کردم. حالا یه تجربه جالبی هم که بهش رسیدم همین صبح قبل از اینکه بیام یه ریویو اینا رو کردم، به اهمیت کامنت گذاشتن خیلی پی بردم امروز. برای اولین بارم هستش امروز دارم پرزنت میکنم و خب من این کدا رو 2 هفته پیش نوشتم دیگه. دقیقاً همون جلسه اولی که برگزار شد شبش و فردا شروع کردم کار کردن اینا و این کارا رو کردم و نوشتم و کامنت هم یه مقدار گذاشتم.
ولی امروز صبح که اومدم بخونم دیدم یه سری چیزاش یادم نمیاد، اینجا چرا این کارو کردم، اونجا چرا اون کارو کردم اینا. بعد خب کامنت ها یه ذره کمکم کرد، ولی چقدر کامنت گذاشتن من امروز صبح فهمیدم چقدر مهمه، چقدر میتونه تو برگشت شما به کاری که انجام دادید. واقعا خب این کاری که الان انجام دادید کار پیچیده نیست، خیلی کار یعنی ساده ایه، ولی با این حال که انقدر ساده هستش بازم توش گیج می‌خوردم، مثلا میگفتم این الان چرا من اینجوری کردم، اون چرا اونجوری کردم، حتی کامنتش هم می‌خوندم من بازم گیج می‌زدم. بعد به این نتیجه می‌رسیم کامنت گذاشتن به شدت توصیه میشه، خیلی مهمه کامنت گذاشتن. حتی کامنتاتون هم به نظر من پرپیمون بنویسید که واقعا برمیگردید نمی‌فهمید قبلا از 2 هفته پیش داشتید چیکار می‌کردید. خب بعد عرضم به حضورتون که خب من اینجا فکر کنم اومدم ستون ترانزکشن تایممو اینجا دیت تایممو چیز کردم، تبدیل کردم که تبدیل کردم. اینجا مثلا ترانزکشن رو تبدیل کردم، گرگوریان رو تبدیل کردم، استور، اون 4 تا آبجکت هایی که اون بالا نشون دادم اینا 4 تا آبجکت هاست که من اینا رو تبدیل کردم. این دوتا رو استور و پروداکت نیم رو استرینگ کردم، این دوتا رو دیت تایم کردم. بنابراین بعد اون شمسیه رو هم دراپ کردم. حالا به نظرم کار اشتباهی کردم، نباید دراپ می‌کردم ولی خب دراپ کردم، لازمش نداشتین دیگه. یه تمرین دراپ کردم که اینجا دوباره اومدم یه ویو گرفتم ازش. میبینید که این تایم شد دی تایم، استورم شد استرینگ، نیمم پروداکت نیمم شد استرینگ، یه گرگوریان هم شد دیت تایم. بعد ببینیم کنیم که دوباره یه ویو 3 تا سطر اولم یه ویو گرفتم و ببینم چه خبره. خب finding the product which is the best seller. سوال تسکیمون این بود که بهترین فروشنده، درسته؟ بهترین فروشنده رو می‌خواستیم بدونیم کیه، که اینجا هم حقیقتش یه کوچولو فانکشن رو من یه کمک از چت جی پی تی هم گرفتم و بستسلر رو پیدا کردم، چون این گروپ بای کردن توی پانداز یه مقدار با اگریگیت کردن یه ذره برای ماهایی که تازه کاری میداد پیچیده است. خب گرفتم گروپ بای کردم، یعنی اینکه گفتم که ستون پروداکت نیمم رو میخوام با سام کوالیتی کوانتیتی تعداد و سام توتال پرایس هم اگریگیت بکنم و در انتها هم که ریست کردم ایندکسم و خب بستسلرم رو ریختم توی این چیز، توی این وریبلم که در انتها تاپ بستسلرزم رو که نمایش میده این 5 تا. یعنی در واقع بر اساس میگم متوجه شدم که بستسلرها سوپرمارکت صداتون قطع. میگم که یعنی در واقع بستسلر رو اومدین بر اساس اون حالا فروشندهایی که بیشترین از ستون سام استفاده کردید دیگه برای به دست آوردنش، درسته؟ فکر کنم 2 تا فیچر رو با هم میکس کردم دیگه. بیشترین تعداد فروش کالا، یعنی از اون جنس مثلا این سلره 140 تا از اون کالای شماره 16 فروخته و توتال پرایس اون مثلا 7 میلیون خورده بوده. این دوتا در مجموع، البته اینجا سورتش بر اساس کوانتیتیه 140 132 ولی چون میتونیم پرایس 8 میلیون آره میتونستم مثلا سورت هم بر اساس توتال پرایس بکنم، ولی 5 تا بستسلرای من بر اساس این فانکشن این کد اینا شدن دیگه. درست. سوپرمارکت این اسم پروداکت البته. آره. اسم پروداکت کالا هاست. آره اونم با اون. این 5 تا پرفروش‌ترین کالاهای این دیتا ست هم در واقع پرفروش‌ترین کالا رو به دست آوردید. آره توی اینجا پرفروش‌ترین کالاها این 5 تا کالا. درست. مرسی. حالا اومدم اینجا فروشنده رو پیدا کردم، یعنی بهترین فروشنده کی بوده. از طریق این چند خط کد فهمیدم که بهترین فروشنده استور، یعنی مغازه تو استور سوپرمارکت بوده.
آره دیگه این فکر کنم میشه کاتگوری سوپرمارکت. کاتگوری سوپرمارکت مثلا 33 میلیون دلار مثلا فروش کرده بوده. البته فکر کنم بعد میفهمیدم دقیقاً کدوم استور این کاتگوری، این خودم الان یه ذره گیجم که این کاتگوری سوپرمارکت ها یا فقط یه سوپرمارکت یه دونه بیشتر نبود که اونم کالاهاش بود دیگه اون 5 تا. اگه دم دستتون پس دارید اکسل رو میخواین بازش کنید اگه دم دستتون، اگه نه خب بعدا البته چک کنید. این میفهم نگاه آره کنید آره یه اوایل فروشی بوده، الکتریکی بوده، خورده فروشی بوده فکر کنم. پس فکر کنم درست به دست آوردین، سوپر اسم سوپرمارکت بوده واقعا. اینا این فیچرامونه دیگه. سلام، صدای من؟ بله بله بفرمایید. خب نگاه کنین آقای شایع، نگاه کن کلا چند واقعا فروشگاه بوده دیگه. حالا یه دونه مثلا سوپرمارکت بوده، یه دونه طلا فروشی بوده اینطوری. بعد این فایل اکسل رو میارین چون که 2 تا پرایس بوده. خب اینجا رو میخواید؟ آره. توتال پرایس که مربوط میشه به اون محصوله که مثلا از یه محصول ممکنه 2 تا مثلا فروخته بشه، 3 تا فروخته بشه، که اون تعداد ضرب در اون تعداد واحد اون محصول میشه توتال پرایس به وجود میاد، یعنی به دست میاد. بعد این توتال اماونت در واقع مقدار کل اون تراکنش است. بله اینو میدونم. میخواستم ببینم سوپرمارکت من یه لحظه گیج شدم، اینو فکر کردم که سوپرمارکت مثلا چند تا فروشنده سوپرمارکتی داریم، در صورتی که اینجا من به نظر من فروشنده سوپرمارکت یه نفره، یه سوپرمارکت داریم با بستسلر. آره من اینجا یه لحظه خودم بستسلرمون شو سوپرمارکت دیگه. آره. سوپرمارکت بیشترین فروش رو داشته توی اون مغازه‌های اون مثلا اون پاساژ مثلا. بعد اینجا هم خیلی ممنونم خانومی که اومدید توضیح دادید. اسمتون رو ندیدم چون روی من کریمی هستم. برخوام کریم دستتون درد. حالا اون بستسلرمون بود. من اینجا هم ویژوال کردم 5 تا بستسلرمون رو که حالا دیگه کدش هم حالا زیاد میشه توضیح بخوام بدم. توی این ویژوال البته اینم نه، اینم همون آره پروداکت هست. یه لحظه فکر کردم اونه این پروداکت داره. این 5 تا اول. حالا مثلا پروداکت 16 مثلا میتونه رب باشه، پروداکت 35 میتونه ماکارونی باشه مثلا همین چیز. بعد من اون شبی که این کد رو زدم تا اینجا زدم، بعد یه مقدار شروع کردم دوباره درس خوندن. اینم خدمت دوستان بگم من به شدت تو این قضیه چون خیلی علاقه‌مند شدم تقریبا روزی 10 ساعت تو این حوزه دارم درس می‌خونم. یعنی اصلا نان استاپ جایی هم شاغل نیستم، نان استاپ دارم فقط درس می‌خونم و یاد می‌گیرم. که از اینجا میشه فهمید که من اون شبی که این تسک رو زدم تا اینجا زدم، فردا یا پس فرداش شروع کردم درس خوندن و اینا. یه دفعه توی اون درسی که داشتم میخوندم با این وای دیتا پروفایلینگ آشنا شدم، با این لایبرری وای دیتا پروفایلینگ که خیلی جالب بود. دیدم که چقدر کار رو راحت میکنه و تمام این ویژوالیزیشن ها و تمام این محاسبات و تمیز کردن و فلان اینا رو همه رو یه جای دیتا فریم رو بهش میدی و سریع خودش همه چیز رو انجام میده و خب الان در ادامه میبینیمش. خیلی باحاله که اینجا من فقط یه دیتا فریم رو بهش دادم دیگه، همین دیتا فریم رو بهش دادم، یعنی اون فایل اکسل رو بهش دادم و خروجیش خودش همه این کارا رو کرده با چه دقت و مهارت خیلی زیادی. که اینجا اومده دیتا ست هم و یه استاتیستیکی آماری داده، مثلا گفته نامبر آف وریبل هم مثلا 11 تا بوده میسینگ، چون من بالا خودم نال ولیوم به این نتیجه رسیده بودم که صفر بوده، اینم داره میگه صفر بوده. بعد مثلا دوپلیکیت هم تکراریام صفره، خب من اینو نگرفته بودم، اینجا خودش به من داده. سایز مموری که مصرف کرده و اینا رو. بعد وریبل ها مثلا گفته اینا عددی هن، یه سریاش تایم هن، 2 تاش تایم دیتا تایپش، کاتگوری کالام یکیه، تکس هم یکیه. بعد اینجا تب بعدیش مثلا یه سری الرت داده که مثلا اینجا گفته که این 4 تا ستونا مثلا های کورلیشنشون خیلی بالاه، یعنی خیلی از هم دیگه تاثیر میگیرن.
این دوتا هم که یونیکن، یعنی که مقادیرشون یونیکه. بعد این که حالا مهم نیستش. بعد حالا اینجا اومده دونه دونه بر اساس وریبل‌ها، مثلا ستون یوزر آیدی اومده اینجوری یه نموداری رسم کرده، یه سری اطلاعات داده یوزر آیدی ها مثلا چی بودن و این حرفا. خیلی این چیز جالبی بود که من حالا بعدش توی ورژن 2 که برای روی گیتاب شما آپلود کردم اینو اضافه کرده بودم، قبلش اضافه نکردم. این مثلا راجع به ترانزکشن آیدی مونه، اینا هر کدومشون یک اون ستوناست دیگه که روی نمودار داره نشون میده. مثلا مغازه هامونه، مثلا میگه سوپرمارکتمون اینجا الان نمیدونم 973 تا فکر کنم پروداکت داشته، مثلا نمیدونم دقیقاً این چیه 973 چیه و همینطور اسم مغازه ها یا اسم پروداکت هاست، تکست بود و همینجوری راجع به هر ستونش یه سری اطلاعات و نمودار رسم کرده. بعد اینجا هم میاد اینتراکشن هاشون رو با هم دیگه بررسی میکنه که چقدر با هم دیگه تعامل دارن، که حالا مثلا هر کدوم بر اساس اون یکی میتونی تغییر بدی. حالا خوندن اینو فهمیدن این خودش نیاز ذره به تجربه داره، شاید من الان نگاه میکنم زیاد خوب نمیفهمم معنی چیه حالا، ولی داره مثلا محور وای و ایکس مون رو داره میگه که به چه صورته. بعد اینجا هم کورولیشن هاست که حالا راجع به کورولیشن ها بخوام زیاد توضیح بدم، هر چقدر به یک نزدیک باشه بیشترین کورولیشن مثبت رو داره، صفر اصلا کورولیشن ندارن، منفی یک هم کورولیشن معکوس داره و با این رنگا میشه فهمید که مثلا با کوانتیتی با کوانتیتی بالا خودش با خودش کورولیشن مثبت یک رو داره دیگه. یعنی مثلا ترانزکشن آیدی با مثلا کوانتیتی اصلا کورولیشنشون صفره، ببینید که سفیده و همینطور هم معکوسش هم که این قرمز است. اینا خب خیلی میتونه تو زمینه اینکه ما در آینده میخوایم چی رو با چی مدل بکنیم، خب باید کورولیشن ها رو هم بدونیم، خیلی بهمون میتونه کمک بکنه. اینم که راجع به میسینگ ولیو ها بود که فکر کنم نمیدونم اینجا تعداد سطرامون که 8000 خورده‌ای بوده، میسینگ ولیو هاش رو این کانتشه تعدادشه. حالا خب خوندن اینا میگم بازم یه ذره تجربه میخواد. این هم که سمپل همونه، حالا از 10 تا اول رو سمپل رو گرفته و توضیح داده و همین دیگه، بعد دیگه تمام میشه. من در واقع تا این حد تونستم روی این پروژه کار بکنم و امیدوارم که خوب باشه. خانم زاره مدیر گروه ما بودن. فکر کنم 2 تا سوال تسکمون هم همین بود. من الگو رو نتونستم پیدا بکنم حقیقتش دیگه، الگو رو پیدا نکردم. آره پس کنیم. بله اینجا 4 تا بوده. من بیشتر تو قسمت پروسس کردن دیتا تونستم کار بکنم تا تو قسمت کشف الگو، یعنی بیشتر تو اون حوزه قوی تر بودم تا الگو پیدا کردم. دیگه سوالتون میپرسیم؟ برای اینکه الگو رو متوجه بشیم باید ترین بکنیم دیتامون رو، یعنی مثلا بله از ML و یا مثلا الگوریتمایی که مربوط به دیتا ماینینگه
مثلا در مورد الگوی خرید مشتری یه سرچ کنی توی دیتا ماینینگ همچین چیزی داریم که میاد یه سری الگوریتمایی داره که اون الگوی رفتار خرید مشتری در میاره، که مثلا بر فرض مثال مشتری رفته فروشگاه، بعد مثلا با اون رفتاری که داشته، رفتار خریدی که داشته، مثلا میفهمیم که مثلا مشتری‌ها پنیر که میگیرن در کنارش حتما مثلا نونم میگیرن، مثلا این مثلا یه الگوه یا خیلی چیزای دیگه. خب من الگوها رو بلد نبودم. ولی اشکالی نداره، مشکلی نیستش. خب الان دیگه چیزی نمیخواین اضافه کنین؟ نه دیگه تموم شد ارائه‌تون. فکر کنم خیلی بیشتر از موعدم هم 10 دقیقه بیشتر شد فکر کنم. البته دوست قبلیمون زیاد وقتش استفاده نکرد، من این مقدار وقتش درسته. خیلی هم ممنون وقت گذاشتین، خسته نباشید. مرسی. خداحافظ. خب نفر بعدی آقای نمیدونم فکر کنم آقای بزرگمهر فتاحی اگه اشتباه نکنم، طبق اون سایتی که. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. اگه آماده این من الهه رو برم یا بمونم خانم زهره بیاد؟ نمیدونم، چون حالا بقیه بچه هم هستن، نوبت اونا میشه کم کم. میخوایم شروع کنیم. اسکرین بندر رو دارین شما؟ بله. الان هست؟ بله هستش. خب خسته نباشین. بنده فتاحی هستم و 25 سال کارشناسی ریاضی متن دارم از دانشگاه اصفهان و خب حالا به دلیل همون علاقه‌ای که به برنامه‌نویسی بود و خب بیس ریاضی که داشتم، حالا در ادامه هم سرچ که راجع به فیلدهای مختلف در واقع برنامه‌نویسی انجام دادم، وارد هوش مصنوعی شدم. حدود شاید 2 سالی هست که توی این حوزه‌ام با توی ماشین لرنینگ و دیتا ساینس کار کردم. حالا به یه سری کتاب خوندم مثل سایکیتلرن و پانداز و نامپای و اینا خیلی خب تایم بیشتری روشون بودم کار کردم. جدیدن هم خب شاید حدود چند ماهی است که وارد دیپ لرنینگ شدم و با کلاس و پایتورچ و تنسور فلو چندان فعلا به این تسلطی در واقع توی پایتورچ و تنسور فلو نرسیدم. هنوز هم در حال یادگیریشونم. با یه سری معماری ها هم در واقع کار کردم مثل CNN و آرمون و اسکریم و این چیزها. میگم هنوز هم در واقع در حال کار روی این معماری ها هستم، روی تنسور فلو و پایتورچ هستم و خب به تسلطی آنچنان نرسیدم. اولین در واقع تجربه واقعیم هستش این کارآموزی با دنیای کاری و این محیط‌های واقعی. و خب امیدوارم که بتونم که مفید باشم، امیدوارم که خیلی بتونم مفید باشم و چیزایی یاد بگیرم. مدل تسکایی که انجام دادم و تسک اول و سوم بود، هر دو انجام دادم. حالا تسک اول رو هفته اول انجام دادم به فرستادم. تایم که یه هفته که اضافه شد در واقع سعی کردم به دلیلی که خیلی برام جالب بود تسک سوم، تا حالا کار نکرده بودم توی حوزه در واقع اگه بگیم سود و خب جالب بود و هم کار کردم. حالا ارائه‌ای که امروز دارم در واقع تصمیم گرفتم که فعلا ارائه تسک اول رو انجام بدم، اگر حالا تایم بود که تسک سوم هم حالا با خانم زهره صحبت کردم، اگر
تایم بود و اجازه دادن انجام میدم. به نظرم بریم رو کد و اونجا توضیح بدم اگر موافق باشید. بله حتما بفرمایید. راضیه صدات نمیاد. الان اوکی. الان صدا میاد؟ آره بله. آره گفتم یه لحظه کلا آنتن و همه چی پرید دیگه، از دست دادم ارائه رو. خب ارائه تسک اول در واقع راجع به حوزه NLP بود و دو تا چیز رو از ما خواسته بود این تسک، که یکی این که کیورده یک جمله، حالا یک تکست در واقع اون رو برگردونیم، و دوماً که هدلاین اون تکست رو برگردونیم. تصمیم بر این شد که حالا با مشورتایی که با خود آقای خانی انجام دادم، من در واقع قصدم در ابتدا این بود که این دوتا خواسته رو مرج کنم و در قالب یک مدل پیاده سازی کنم در واقع. اما خب آقای خانی گفتن حالت بهینه ترش اینه که این دوتا تسک رو از همدیگه جدا کنیم و دوتا خواسته رو، دوتا نیاز رو از همدیگه جدا کنیم و در یک قالب بیایم کیوردها رو پیاده سازی کنیم، در یک قالب بیایم هدلاین. شاید یکی اصلا دوست نداشت که هدلاین رو نیاز نداشت، و دوست نداشت که نیاز نداشت، و خب این چه کاری، خیلی تایمش به صرفه تره، خیلی پیاده سازیش به صرفه تره و همه چیز به صرفه تره، هم برای کاربر هم برای ما. و این شد که دو تا مدل دارم، یه مدل کیورد، یه مدل هدلاین. حالا الان روی کیوردیم و کیورد رو خدمتتون میگم. خب اینجا که من از مدلی استفاده کردم، در واقع مدل پری ترین بود توی هاگینگ فیس. از ترانسفورمر پایپلاین رو خوندم، در واقع روی پایپلاین در واقع این مدل رو پیاده سازی کردم. در واقع پایپلاین یه رابط خیلی ساده است برای استفاده از این مدل‌های، نه تنها این مدل‌ها استفاده بشن، کاربردهای دیگه هم داره، اما راجع به این مدل بگم خیلی رابط ساده‌ای برای مدل‌های پری ترین. اینجا من مدل رو دادم و در واقع این NER مخفف Named Entity Recognition بود، یعنی اون در واقع مخصوص اون شناسایی موجودیت هاست، موجودیتی که نامگذاری شدن. مثلا شما فرض کنید من یه مثال بزنم، مثلا علی was born in Tehran. خب این در واقع موجودیت های ما اینجا باید تشخیص بدی که علی و تهرانن. حالا در مدل های دیگه شاید این شناسایی که انجام میشه این واسه ما مهم باشه که علی چیه، و در واقع این تشخیص میده روی مدل های دیگه که علی یک شخص و تهران یک مکان. اما اینجا صرفا برای ما موجودیت ها مهم بودن که در قالب کیورد ارائه بشن. خب اینجا من اومدم که یک تابع رو پیاده سازی کردم، تابع کیورد اکسترکتور که یک سنتنس میگیره، یک جمله میگیره. اینم خدمتتون بگم که تقریبا سعی کردم که تمام کد هام کامنت داشته باشن. یک تابع داریم کیورد اکسترکتور که یک سنتنس میگیره. این سنتنس شما به پایپلاین میدیم که حالا اسم پایپلاین رم شد پایپلاین کیورد، اینجا میبینید. این رو بریزه توی کیورد. حالا پایپلاین در اون پایپلاین اینجا چیکار میکنه؟ پایپلاین در اینجا میاد و کل اون کارهایی که ما باید با یک متن برای فهم توسط ماشین انجام بگیره رو انجام میده. مثل چی؟ مثل اینکود کردن، مثل دیکود کردن و مثل توکنایز کردن. این کارها رو خودش انجام میده و حالا اینجا ما نیاز داشتیم به این که دیکود هم بشه، یعنی از وقتی که به عدد تبدیل میشه باز این عدده رو برگردونه و به حرف، به کلمه، در واقع اون چیزی که ما تکست تو تکست میکنیم دیگه این تبدیل کنیم.
اینجا اومدم یک لیست ساختم که این کلمات رو در واقع که دیکود شده رو بریزه توش، اما توی این متفاوتی کردم. خب اینو هم نگفتم، اینو بگم به مدل برت بود، یه دیستل برت بود خورده بر پای برت. این مدل ها میان و در واقع یه خورده ای، حالا نمیدونم راستش بقیه این مدل ها، این مدل برت کارش اینطوری که وقتی میشونه، وقتی توکن بندی کنه، بعضی از توکن ها رو که میشونه در واقع خیلی معنادار نیست. اوکی، مثال بزنم براتون، مثلا یک واژه‌ای داریم به اسم playing، میاد میشکنه به play و این ing که داریم رو اولش 2 تا از این هشتگ ها میزنه و اصلا معنادار نیست و خوشگل هم نیست. من اومدم گفتم کلماتی که با این 2 تا شروع میشن رو اصلا حذف کن اسمم، و خب در آخر هم این رو برگردون، این لیست رو. در اینجا در واقع کار من تموم شد. همینجا میتونم یک جمله بدم و خروجی رو بگیرم، اما یک تابع دیگه اینجا انجام دادم، در واقع سنتنس انالیزر که یک لیست میگیره. در واقع این کار رو از این به بعد رو واسه این کردم که یه خورده فانکشنال تر بشه، یه خورده خوشگل تر بشه در واقع این ارائه. و در واقع من اینجوری در نظر گرفتم که شما فرض کنید که ما خیلی جمله داریم، حالا من اینجا 4 تا جمله آوردم و قرار باشه من همینجوری تک تک اینا دونه به دونه بیام و به تابع بدم خروجی بگیرم، به تابع بدم خروجی بگیرم، جالب نیست. این رو یه خورده حالا اتوماتیک تر انجام دادم و این تابع به این دلیل اومد. اسکرین بنده رو دارین شما؟ بله بله. خب این تابع رو انجام دادم که یک لیست بگیره. این لیست چیه؟ در واقع لیست جملات منه که در اینجا میبینید، sentences list. این رو هم بگم که این تابع دقیقاً توی مدل بعدیم هم آوردمش که اونجا هم نیاز داشتیم، دقیقاً همین تابع رو آوردم. گفتم که یک لیست بساز، کیورد لیست، برای در واقع این کیورد ها هر جمله رو داخل لیست خودش بریز و با مپ فانکشن زدم. چرا با مپ فانکشن زدم؟ اولش اومدم با فور لوپ زدم و به شدت بینه نبود. شاید تفاوت همین 4 تا جمله مپ فانکشن و فور لوپ نزدیک 7 ثانیه شد که الان 0 ثانیه شده ران تایم من، و اونجا 6-7 ثانیه بود. خیلی بهینه شد با مپ فانکشن. اومدم گفتم که این کیورد اکسترکتور، همین تابعی که در اینجا داشتیم رو برای هر جمله از سنتنسز لیست پیاده سازی کن. یعنی در واقع در دل این تابع فراخونی تابع بالا رو هم داریم و اومدم گفتم بله اینجا دیگه فراخونی میشه، یعنی در نهایت ما فقط قرار این تابع رو صدا بزنیم، چون اون تابع در دل این تابع صدا زده میشه. گفتم این تابع رو روی هر جمله از سنتنسز لیست پیاده سازی کن و پیاده سازی کن هم دیگه این کارا رو انجام میده برای هر جمله. و هر کدوم از این، یعنی در تموم در واقع لیست های من رو در یک دیکشنری بیار. و گفتم در اینجا که برای هر لیستی که تو درست کردی جلوش بنویس که سنتنس چندم بوده که من قاطی نکنم، بفهمم که این لیستی که دارم، این کیوردایی که دارم مربوط به جمله چندم. و در آخر هم کیورد دیکت رو، همین در واقع دیکشنری رو واسه من ریترن کن، برگردم. اینجا 4 تا جمله هم دادم. 4 تا جمله رو هم سعی کردم با موضوعات مختلف بهش بدم. میبینید یکیش سیاسی، یکیش راجع به حالا علمی، اگه بگیم راجع به AI، یکیش راجع به مغز یا مخ، یکیش هم راجع به فوتبال. یعنی همه چیز سعی کردم توش بیارم. اینجا هم خروجی رو میبینید که سنتنس 1 این لیست رو داره. حالا این که خیلی اومده پایین به چه شده، دلیلش این خیلی جمله طولانی بود. سعی کردم جمله ها با اندازه مختلف رو هم
امتحان کنم. سنتنس 1 این کیورد ها رو داشت، سنتنس 2 این کیورد ها، 3 این و 4 هم این. و خب خیلی هم اتفاقا جالب پیاده سازی شد و کیورد جالبی رو داد. یعنی میشه سرنخ رو از همینا گرفت که اون مطلب راجع به چی بود. این از مدل اول در واقع که برای قبل از اینکه بری ورد سراغ بود. بعدی، آره من یه سوالم، اون بخشی بود که راجع به پلینینگ یه مثال زدید، گفتید که هشتگ داشت، اونو یه بار دیگه میشه بگید؟ من متوجه نشدم چی رو حذف کرده بودید. در واقع اینجا که میبینید من ابتدا بدون این قسمت مدل رو ران گرفتم، دیدم یک سری کیوردها رو به من برگردونده که اولش 2 تا هشتگ داره و اصلا خیلی خیلی بی‌معنی هم هست اون کلمات، مثل میگم ING، مثل ED، مثل اینها بود. و در واقع این آره اومده بود که کلمه رو شکونده بود، توکن بندی کرده بود، اون کلمه با معنی رو که گرفته بود اوکی، ولی ادامهش رو هم برگردونده بود به عنوان و یه اون کلمه جدا ادامه گرفته اتفاقا بوده. خیلی بی‌معنی بود. آره به عنوان یه کلمه جدا و بی‌معنی و زشت، و اومدم اونا رو حذف کردم. عالی، مرسی. ادامه بدید. مرسی. اصلا چه کاری بود؟ اوکی چشم. خب این هم مدلیه که برای اون در واقع موضوع اون تکست در نظر گرفتم، در واقع هدلاینش، در واقع اون تیتری که داره. اینجا که کتابخونه هست از تورچ، حالا میگم چرا. و اینجا بگم که مدلم هم T5 بود، یه مدل تکست تو تکسته و حالا T5 هم دلیلشون اسم خودشه که 5 تا T داره. و مدل نسبتاً که نه خیلی خیلی دوست داشتم، خیلی کارش خوب بود. و اینجا هم که اینم بگم که این با استفاده از تورچ در واقع دیوایس رو انتخاب کردم. اگه جی پی یو بود جی پی یو، اگه نبود سی پی یو. اینجا خب هدلاین باز هم یه سنتنس میگیره. خیلی ساده بگم، خیلی سریع بگم، در واقع اینجا ما فرمت اون سنتنس رو میدیم. حالا اونجوری که من خوندم مدل T5 نیاز داشتن به این که در واقع فرمت دهی بشن. اینجا اون کارا دیگه با پایپلاین نیست، یه دستی خودمون انجام دادیم. اینجا توکنایز و اینکود و دیکود کردیم. یه چیزی که من خدمتتون بگم، اینجا اتنشن ماسکی که دیدیم در واقع واسه این که بیاد و در واقع این مکانیزم توجه رو به کار ببره که این حالا که من میخوام این هدلاین رو بسازم توجه کنم به در واقع کلمات، این چیزی که من فهمیدم قبل و بعدش. یعنی یه چیزی مثلا اگر حالا با معماری RNN و LSTM آشنا باشن، این معماری ها می اومدن در واقع فقط به کلمات قبل از خودشون و کلمات قبل از خودشون دقت میکردن و دیگه بعدن براشون مهم نبود. اما این مکانیزم توجه میاد و کلش رو در نظر میگیره و بهترین حالت رو اجرا میکرد براش. یعنی در واقع همه رو در نظر میگیره. اینجا هم از برس استفاده کردیم. اینجا هم جنریتد، نه اینجا مدل T5 اوکی. دایرکشنال بوده مدلی که استفاده کردید، هم از قبل از کلمه رو در نظر میگرفته هم بعد از کلمه مد نظرتون. بله دقیقاً این ویژگی رو به این مدل داده بود که بیاد و همه رو در نظر بگیره و بهترین حالت رو در نظر بگیره. توی این جنریتد هدلاین در واقع مدل میاد و روی اون توکن ها اون عملیات در واقع خودش رو انجام میده. اینجا فقط این دوتا رو که در واقع توضیح دادم، این همون مکانیزم توجه، اینم توکن هایی که به مدل داده میشه. اینجا مکسلن در واقع اون در واقع میگه که، حالا میگم همشون کامنت داره و توضیح داده،
میاد و در نظر میگیری که این حد اکثر این توکن هایی که من واسه هدلاین در نظر میگیرم چند تا باشه. حالا 64 تا در نظر گرفتیم. اینجا یه چیز جالبی که من حالا نمیدونستم باش آشنا شدم، نام بیمز میاد چیکار میکنه؟ میاد در واقع 3 حالت در نظر میگیره برای کلمه بعدی که میخواد جنریت کنه. 3 حالت در نظر میگیره و بهترینشون رو انتخاب میکنه. در واقع به همون بیم سرچ دیگه. حالا اگر آشنا باشن خیلی چیز باحالی بود، من خیلی دوست داشتم اینو. میگم آشنا نبودم با این مکانیسم در واقع بیم سرچ که میاد و 3 حال، حالا من گفتم 3 حالت میشد حالتهای بیشتری، ولی خب یه خورده سنگین میشد، یه خورده کار کردنش در واقع سخت میشد. بهترین در واقع الگوریتمی که بهترین تیتر رو از بین، حالا ما اینجوری در نظر گرفتیم که 3 تا رو در نظر بگیره و در واقع احتمال یک بهترین تیتر رو برای ما به وجود بیاره، اون رو جنریت کنه، اون رو به عنوان خروجی برگردیم. اینجا هم که دیکود کردیم، گفتم خب مدل الان تکست تو تکسته، اونجا عددی بود، الان دیگه وقتی کار با مدل تموم شد بازم برگردونیم به تکس و اینجا هم که ریترن میکنیم. بازم اینجا همونطور که خدمتتون گفتم ما همون تابع قبلی رو داریم که بازم میگم برای یه خورده اتوماتیک تر پیش رفتن و یه خورده فانکشنال تر پیش رفتن موضوع از همین استفاده کردم. اینجا هم بگم که این یه خورده توکن های عجیب غریب برمیگردون و دقیقا اینها رو داشت هر توکن، این دوتا رو داشت همشون اول و آخرش. اینجا هم که استریپ میاد و اون فضای اضافی رو حذف میکنه. من باز هم برای اینکه هم هدلاین اون جملات و هم کیورد اون جملات رو داشته باشیم، من از همون جملات استفاده کردم اینجا هم و باز هم اینجا میبینید که هدلاین خیلی خوشگلی هم برگردوند. و حالا اگر یه چیزی هم خدمتتون بگم، ارائه‌ام تموم شد، اگه سوال چیزی هست در خدمتتون هستم. اما یک چیزی هم که خدمتتون عرض کنم این هستش که از یک سری، حالا توی اون داکیومنتی که نوشتم گزارشکارم آوردم، از این سری سایت هم مثل کدا رو توی گیتاب دیدم، توی خود هاگین فیس استفاده کردم، از چت جی پی تی استفاده کردم، خیلی واسه این خوشگل شدن، حالا نمیدونم بود یا نه، ولی خب برای کامنت نویسی خوشگل کردنش و این کارا و یه خورده شاید بهینه کردن و همین. در خدمتتون هستم یه مشکلی سوالی چیزی هست. مرسی، دستتون در نکنه. حالا من یه ربع اون وسط خالی گذاشتم، یعنی حالا آقای پیمان دایم که گفتن که نیستن. حالا سریع بریم ارائه ها رو، اگر که بینش تایم بود شما بیاین حالا تسک سومتونم اگر هستید آنلاینید، یعنی الان بعداً تسک حالا نمیدونم اگر نیازی هست، اگر من میگم صرفا اون تسک سوم رو حالا چون جالب بود انجام دادم، اگر نیازی هست که در خدمتتون. خروجی ازش گرفتین؟ هر جو شما راحت. خروجی ازش گرفتین؟ بله. خب از خوبه ببینیمش حالا. بله. خانوم اوکی ممنونم. مرسی، دستتونم در نکنه. ممنونم، خسته نباشید.